سلام، به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه موضع‌گیری رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان در همسویی با منافع ملی افغانستان یا خواست هندوستان. هر کس می تواند نگرانی مقام‌های افغان را درک کند و ما نیز درک می‌کنیم، اما رئیس جمهور غنی در کشور چنین گفته‌های ضد پاکستان را بر زبان می‌آورد که دشمن پاکستان است. مشکلات خانوادگی که نخست وزیر را وادار به استعفا کرده است. سخنان و موقف‌گیری‌های رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان در نشست کشورهای قلب آسیا در هند خشم اسلام آباد را برانگیخته است. رئیس جمهور غنی در این نشست کمک 500 میلیون دلاری پاکستان را رد کرده و گفت که این کمک بهتر است در راستای مهار افراط‌گرایی سوی پاکستان هزینه شود، چرا که بدون صلح هیچ مقدار پول به درد مردم افغانستان نخواهد خورد. اما سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در واکنش به این سخنان میگوید که رئیس جمهور غنی بیشتر چیزهایی را به زبان آورد که مقام‌های هندی می‌خواستند آن را بشنوند، اما در واقع آیا سیاست‌های کابل در برابر اسلام آباد هند محور است؟ برای بحث بیشتر در این باره دکتر فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه و حبیب الله جانبدار، عضو حزب حق و عدالت اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای تمنا، سخنان رئیس جمهور غنی در هند در مورد پاکستان چه پیامی را به همراه داشت که اینقدر خشم پاکستان را برانگیخته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور شما، سلام شما، همکار ارجمند ما و بینندگان محترم. تفاوتی که سیاست خارجی حکومت وحدت ملی با سیاست خارجی دولت قبلی داره ترک بی‌طرفی است به عنوان یک عنصر پایدار در سیاست خارجی افغانستان که بیش از 5 دهه بود که سیاست خارجی افغانستان به حال رنگ و رونق میبخشید. حکومت وحدت ملی مبتنی بر اصل بی‌طرفی در سیاست خارجی فعالیت نمیکنه. طبیعی است که وقتی که در این کانتکست ما با دوستان و رقبا و بعضا دشمنان خود در محیط بین الملل وارد تعامل میشیم، نوع تعامل ما متفاوت خواهد بود. پاکستان کشوری است که حکومت وحدت ملی تمام تلاش خود کرد برای از اینکه صداقت و جدیت این کشور در مبارزه با تروریسم، صداقت و جدیت این کشور در با موفقیت رساندن پروسه صلح با خود داشته باشه. سال اول حکومت وحدت ملی سرشار از امتیازدهی بود، سرشار از تعامل بود و به هر نحو ممکن از تمام ابزارهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی حکومت افغانستان استفاده کرد تا دوستی خود با پاکستان ثابت بسازه و جمهوری اسلامی پاکستان قناعت بده که در کنار افغانستان قرار بگیره. اما متاسفانه تلاش‌های حکومت افغانستان به اون نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم منجر نشد و نه تنها که صداقت و جدیت ما از طرف پاکستان در امر مبارزه با تروریسم شاهد نبودیم، بلکه بیشتر شاهد مداخلات بیش از حد پاکستان، حمایت بیشتر پاکستان از افراط‌گرایی و بنیادگرایی بودیم. بیاناتی که جناب رئیس جمهور ارائه کردند در هند دقیقاً سیاست خارجی و اصل اساسی پالیسی حکومت افغانستان هست، به این خاطر که پاکستان باید به اون جایگاهی که داره، جایگاه واقعی که داره در منطقه، دیگر با جایگاه آشنا بشن و همچنین ما هم با دوستان و رقبای خود حق داریم که در تعاملات منطقه‌ای و بین المللی به صورت نابرابر رفتار. اما آقای تمنا، سرتاج عزیز مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان گفته که دقیق رئیس جمهور غنی در نشست کشورهای قلب آسیا چیزهایی را به زبان آورد که هند می‌خواست بشنود. بعضا ممکنه در سیاست خارجی منافع کشورها همسو یا همپوشان واقع شود. طبیعی است که در قبال پاکستان ممکنه ما و هند برخی دیدگاه‌های مشترک داشته باشیم. این به این معنی نیست که ما پیرو سیاست کشور دیگری در قبال پاکستان هستیم، بلکه او سیاست واضح، روشن و علنی حکومت افغانستان و سیاست است که مبتنی بر چشم‌داشت‌ها و سیاست خارجی متقابل است که با پاکستان داشته و طبیعی است که این به صورت محض نشان دهنده سیاست خارجی افغانستان. خیلی ممنون. آقای جانبدار، شما چگونه می‌بینید سخنان رئیس جمهور غنی را در نشست کشورهای قلب آسیا در مورد پاکستان؟ آیا ایجاب می‌کرد رئیس جمهور غنی در هند دشمن پاکستان چنین یک موقف‌گیری در برابر اسلام آباد داشته باشد؟ به نام خداوند بزرگ، با سلام شما و به مهمان محترم شما و به بیننده‌های معزز تلویزیونی طلوع نیوز. باید عرض کرد که صحبت رئیس جمهوری افغانستان در حقیقت گفته‌های مردم افغانستان است و توقع مردم ما همین چیز بود که باید رئیس جمهوری کشور ما در چنین یک موقع درد و خواست و آرزوی مردم
در اوجا انعکاس میداد و اظهار میکرد. بنان اظهارات رئیس جمهور علت نیست، معلول است. این یک آگاهی است برای پاکستان و باید بیاموزه که اینا 40 سال برای افغانستان بم و غم فرستادن و اینا باید در روش خود تغییر به وجود بیارن. باید از حوصله بسیار فراخ مردم افغانستان سوء استفاده نکنه و این اظهارات بسیار خوب، بسیار به موقع و در داخل کشورم استقبال شدن و یک زمینه خوبه برای قدم های بعدی خواهد بود که پاکستان بیدار شود و باید درک بکنه که برای افغانا دیگه قابل تحمل نیست روش های خصمانهشان در قبال قضیه افغانستان. در اینجا مسئله هند مطرح شده نمیتونه. هند یک کشوری است که همواره با افغانستان مناسبات نرمال در چوکات حقوق بین الدول داشته. بنابراین در اینجا این مسئله نیست که گویا این اظهارات چرا در هند صورت گرفت یا چرا در مکان مورد بحث نیست. مهمی است که موضوع افغانستان و خواستهای افغانستان و ضرورتها چی است. بنابراین اگر پاکستان خواسته باشه که از یک رشد اقتصادی و از ثبات داخلی خود برخوردار بانه، باید با کشورهای منطقه همصدا شود و از تجدید خود بکشه و این رایش این است که در حصه مبارزه با تروریسم صادقانه عمل بکنه و اعتنا بکنه به اصول حقوق بین دول. تا اما آقای جان، در اینجا اگه انتقاد وجود داره، در واقع برخی ها انتقاد دارند چنین سخنان و موضع‌گیری های رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان مقطعی و واکنشی است، استوار بر یک استراتژی تدوین شده و یا هم سیاست مدون در برابر پاکستان نیست. خب شما دیدین که چرا نیست. دلیلش این است که ما همه راههای دیگر تجربه کردیم. رئیس جمهور قبلی حامد کرزی بیش از 20 بار با پاکستان مراجعه کرد و در طی دو نیم سالی که از حکومت وحدت ملی سپری میشه بسیار تلاش صورت گرفت که تمام راهها را ما به پاکستان ارائه بکنیم که این راه ها هست و حسنیت مکرر نشان داده شده و حالی هم افغانستان نیت دشمنی را با پاکستان نداره، صرف حق داره که از منافع ملی خود دفاع بکنه و این منافع ملی کشور ما همواره از یک کریدور مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته و همواره اونا در جهت حمایت از سابوتاژ موضع گرفتن. بنان سرتاج عزیز و یا دیگه مقامات کشور پاکستان باید درک بکنه که افغانستان یک کشور نوظهور نیست و این با این سابوتاژ ها این کشور نه تذیب شدنی هست و نه ای که از بین رفتنی. بنان ما به حیث یک همسایه های خوب بگذار با هم کنار بیاییم و با هم شریک اقتصادی باشیم تا ای که رقیب سیاسی و نظامی. بله آقای تمنا، حالا با تعریفی که شما از سیاست افغانستان در برابر پاکستان ارائه کردین، چنین برمیاد که در واقع حکومت افغانستان خودش به هند نزدیک ساخته و از پاکستان دور نگه داشته. فکر نمی‌کنین که عدم توازن و تعادل در روابط افغانستان با پاکستان و هندوستان در واقع پیامدهایش خیلی خطرناک میتونه برای افغانستان باشه؟ افغانستان مثل هر کشور مستقل دیگه حق داره که به کشورهای نزدیک شود و از کشورهای دور بشود، مبتنی بر منافع ملی، مبتنی بر اقتضاعات سیاست داخلی و خارجی خود و مبتنی بر نظم‌های منطقه‌ای و جهانی. نزدیک شدن افغانستان به یک کشور به هیچ صورت به دلیل روابط افغانستان با کشور ثالث نیست. همچنین دور شدن یک افغانستان از هر کشوری هم، ما اگر از پاکستان دور شدیم به خاطر اقتضای سیاست داخلی و خارجی ماست، به خاطر است که پاکستان او همکاری صداقتمندانه و جدی در مبارزه با تروریسم و پروسه صلح و سایر مسائلی که ما از اون انتظار داریم ندارن. همکاری ما به هند به خاطر کمک‌های بیش از 2 میلیارد دلاریشان، به خاطر صداقتشان با افغانستان است، به خاطر حمایت از طرح‌های منطقه‌ای افغانستان است، به خاطر مشارکت جدی و ملموسشان در امر بازسازی افغانستان است. یعنی این دو کانتکست جداگانه است و این به معنی از این نیست که اگر ما به هند نزدیک شدیم یا از پاکستان دور شدیم ما تعادل در سیاست خارجی خود رعایت نکردیم. یک موضوعی که در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی به شدت مورد توجه است که رابطه ما با کشورها متناسب با مفیدیت و مؤثریت و خدمت روابط باشه که میان افغانستان و کشورها هست. طبیعی است که در این وزندهی به کشورهایی که بیشتر در کنار افغانستان بودن، دوستی خود ثابت کردن به افغانستان، کمک‌های مالی و مادی و معنوی بیشتر به افغانستان کردن،
و سیاست خارجی افغانستان تشخیص داده که اینا صداقتمندانه با آرمان‌های مردم افغانستان هم نوا هستند، طبیعی است که افغانستان با اونا رابطه. اما آقای تمنا فکر نمی‌کنین با توجه به نقش برجسته پاکستان در سالها جنگ افغانستان و نفوذ گسترده این کشور در نظام سیاسی افغانستان، دور نگه داشتن افغانستان از پاکستان در واقعش پیامدهایش خیلی خطرناک خواهد بود؟ ببینید، ما سه سطح سیاست گذاری با پاکستان داریم. سطح اول ما اصول سیاست خارجی ما در قبال پاکستان است. بله، پاکستان یک کشور همسایه است، ما نه میخواهیم و نه میتوانیم که این همسایگی را از خود دور کنیم. در سطح پالیسی هاست، در سطح پالیسی ها حفظ روابط همجواری خوب یا حسن همجواری است، عدم مداخله در امور داخلی همدیگر و احترام به حکومت های مشروع دو طرف است. اما مشکلات ما با پاکستان در سطح استراتژی است. ما نمیخواهیم که عدم دسترسی مستقیم ما به آب آزاد این مستمسک برای پاکستان قرار بگیره که او در سطح استراتژی بر ما اعمال فشار بکنه. ما نمیخواهیم که طالبان و بنیادگرایی استراتژی در دست پاکستان برای ایجاد ناامنی در افغانستان باشه. ما در سطح استراتژی نیاز به تغییر داریم و این تغییر ایجاد شده و در سطح استراتژی ما تعاملات خود با پاکستان به نحوی رقم بزنیم که در راستای منافع ملی افغانستان باشه. اما در سطح پالیسی و در سطح اصولی که سیاست خارجی افغانستان در قبال پاکستان هست، طبیعی اصولی است که سیاست خارجی افغانستان رو تعیین کرده. آقای جانبدار، حالا با توجه به نفوذ گسترده پاکستان در افغانستان و با توجه به ابزارهای رسمی پاکستان در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک در افغانستان، فکر نمی‌کنید که دوری زیاد ما از پاکستان و نزدیکی ما به دشمن دیرینه این کشور هندوستان خیلی نگران کننده است و پیامدهای خوب به همراه نخواهد داشت برای افغانستان؟ خب اول ما به همین کلمه که نفوذ گسترده پاکستان در افغانستان موافق نیستم. حالا طالبان به عنوان یکی از ابزارهای پاکستان برشمرده میشد. فکر نمی‌کنید که حالا پاکستان برای خودش در افغانستان نفوذ حاصل کرده؟ عرض میکنم اونا نفوذ گسترده نداشتن، ندارن و نخواد داشتن. اما طالبان کیا هستن؟ فکر نمی‌کنید که طالبان در واقع یک قوه استراتژیک طالبان همه در اختیار از اونا نیست. اونا میخواد، خب اگر در اختیار از اونا هست، باز در جهت تعهدات بین‌المللی خود اینا چقدر کوتاه آمدن. این تو نیست که یک مسئله امنیتی مطرح باشه، حتی در بخش اقتصادی شما این قرارداد ابتا رو ببینید چند بار و چقدر متواتر از طرف پاکستان نقض میشه، چقدر تجار افغانی با پرابلم مواجه است. یعنی منظوری است که به صورت کل پاکستان باید راجع به پالیسی افغانی خود که اینا میخواین سیاست نشان در قبال افغانستان باید یک مرور دوباره بکنه، یک تجدید نظر بکنن. اینا تا 40 سال اینطور نیست که از این امروز است. برای ازوا این مهم نیست که اینجا حکومتش دارای کدام ایدئولوژی است. زمان و شواهد عینی به اثبات رساند که پیش از او این مطرح نیست که در اینجا حکومت دارای کدام ایدئولوژی است. فقط اونا در دنبال هزی هستن که سابوتاژ حمایت بکنن، تخریبات تشویق بکنن. گروه مخالف مسئله حکومت افغانستان، هر حکومتی که باشه باید در آغوش هزی قرار داشته باشه. مهم این است که پاکستان باید بدانه که بالانس قوت‌ها در منطقه ما بالانس دیروزی نیست و رسوبات جنگ سرد از اذهان نظامیان خود باید بیرون بکنن و کنار بیان که افغانستان و دست بکشن از حمایت سابوتاژگرها و بگذار که همسایه خوب باشیم و همونطور که پیشتر عرض کردیم شریک اقتصادی باشیم. بنان افغانستان روز به روز موفق شده میره، قوت‌های مسلح ما تقویت شده میره و ما در داخل هم موفقیت‌های بیشتر رخواد داشتیم. اما آقای جانبدار، حالا پاکستان انتقاد داره در واقع افغانستان با دشمن اصلیش در منطقه هندوستان خودش نزدیک ساخته و اصل توازن و تعادل رعایت نکرده در روابط خود با هندوستان و پاکستان. اصلا خو این حرف از اینا دقیق به این نیست. خب آقای سرآمرز اینجا مطرح ساختن نزدیکی هندوستان با افغانستان و دوری افغانستان با پاکستان. خب دکتر صاحب یک مسئول دولتی یا به نمایندگی از مورگان و وزارت خارجه خود صحبت داره، اونا حق دارن صحبتشان موجه است به جای است. حالا این حق افغانستان است تا خودش با کشور دور نگه دارد و با کشور دیگر نزدیک. اما چرا پاکستان اعتراض داره از این دیپلماسی افغانستان؟ این معنای گپی است که پاکستان هنوز هم از لحاظ ذهنی در اوایل قرن 20 قرار داره و با ذهنیت خود تغییر بده. سپاسگزارم. آقای تمنا، با توجه به سیاست‌های
افغانستان در برابر پاکستان، آیا مشکل اصلی میان افغانستان و پاکستان شناسایی شده، ریشه یابی گردیده؟ در کجاست مشکل اسلام آباد با افغانستان؟ چی مشکل داره پاکستان با افغانستان؟ ببینید، افغانستان یک اهمیت اساسی در سیاست خارجی پاکستان داره. بعد از اینکه پاکستان تشکیل شد در سال 1947 میلادی، به پاکستانی‌ها در انتظار و خواهان تشکیل یک حکومت اسلامی بودند که همون آرمان اسلامگراهای داخل پاکستان به حال برآورده بسازه. از سال 1947 تا کنون که 60 و چند سال میشه، حدود 69 سال میشه، غیر از یک دوران کوتاهی در زمان جنرال ضیاءالحق، هیچگاه پاکستانی‌ها به او هدف اساسی که برای تشکیل حکومت پاکستان بود دست نیافتند. یعنی حکومت اسلامگرای متناسب با میل اسلامگرایان در پاکستان تشکیل نشد. پاکستانی‌ها چه کردند؟ یا باید پتانسیل اسلامگرایان در داخل کشور خود نگه می داشتند و اینا همواره تلاش میکردند که حکومت در اسلام آباد تشکیل شود که اسلامگراها باشند، یا نه که این پتانسیل اسلامگرایی به بیرون از مرزهای پاکستان صادر شود تا حکومت اسلام آباد به صورت آرام بتواند سیاست مداری بکنه و حکومت داری بکنه. گزینه دوم اینا پسندیدن. افغانستان و کشمیر بهترین جا بود برای صدور بنیادگرایی و افراطگرایی که در پاکستان ریشه داشت. لذا جنگ افغانستان و شوروی و جنگ جامو و کشمیر بین پاکستان و هند توانست درصد زیادی از پتانسیل افراطگرایی به خود جذب بکنه و همچنین در درون پاکستان باعث ریکانستراکشن یا بازتکوینی بنیادگرایی شد. الان پاکستان با یک وضعیت مواجه است. تعداد زیاد پاکستانی اسلامگرای بنیادگرای افراطی که اگر اینا در داخل پاکستان باشند خواهان تغییر وضعیت موجود در اسلام آباد هستند و این تنها زمانی میتونه مشکل بر اسلام آباد ایجاد نکنه که اینا نیرویشون در جای دیگری صرف شود. افغانستان، لذا افغانستان و صدور بنیادگرایی و افراطگرایی جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی پاکستان. حکومت افغانستان تا حالا به گونه دقیق و رسمی مشخص نساخته که پاکستان با افغانستان چی مشکل داره. مشکل اساسی اموست. خط دیورن و سایر مسائل مشکل نیست. افغانستان باید ناامن باشه تا بنیادگرایان پاکستانی به جایی که در کراچی و لاهور جنگ کنن بیان در غزنی و لوگر و هرات و کابل. بیشتر بحث دیورن به عنوان مشکل اصلی پاکستان با افغانستان مطرح می‌گردد. صورت قضیه اوست. حتی اگه خط دیورن حل بشه بین افغانستان و پاکستان، کماکان پاکستان بنیادگرایی رو به افغانستان صادر خواهد کرد به دلیلی که نیاز داره. و دوم، پاکستان برگ برندهش در بازی منطقه‌ای و جهانی چیست؟ جز نفوذ در اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان. یعنی برگ برنده پاکستان برای حضور در معادلات جهانی افغانستان است. آقای جنابدار، چی است مشکل اصلی پاکستان با افغانستان؟ مشکل اصلی پاکستان خودش مشکل است، به این معنا که اینا دارای ذهنیت کهنه در شرایط نو هستند. یعنی به این معنا میخواین که عمق استراتژیک داشته باشند، میخواین که به یک شکل راههایی که به بحیره عرب منتهی میشه از طریق خشکه، یعنی از آسیای میانه تا اوجره، در اینجا اینا سلطان از این راهها باشن و بنادر افغانستان در اختیار خود داشته باشن. اما بحث دیورن چگونه است؟ اصلا برای از اینا دیورن مهم نیست. برایشان مهم است که شیرخان بندر چطور میشه، سواحل آمو چطور میشه و دروازه هندوستان که دانسته میشد یک زمانی هرات چطور میشه. اما بحث دیورند مطرح ساختن گاه با مقام های افغانستان، مقام های پاکستانی. خوب حامد کرزی بار یاد کرده از این خواست پاکستان، ولی هیچ وقت در سطح رسمی و علنی و دیپلماتیک نبوده. چرا پاکستان را علنی نمیسازه؟ مشکلات اصلیش با افغانستان است. خب پاکستان در جستجوی یک سلطه یک طرفه در این منطقه هست که این یک چیز غیر عملی، غیر عقلانی و حتی غیر اقتصادی است. یعنی به معنای ازی که پاکستان برای بقای خود باید تلاش ازی داشته باشه که با همسایه خود کنار بیاید. اینا با ایران هم مشکل داره، با افغانستان هم مشکل داره، با هند هم مشکل داره و این مشکل خودشان ایجاد کرده. یعنی سیاست‌های دیگه کشورها در قبال پاکستان بازم عرض میکنم که معلول است نه علت. بیران اصل مسئله در این هست که نظامیان پاکستان بگذاره سیاست به سیاستمدارای جامعه خود و اونا بر اساس عقلانیت پالیسی های خارجی خود
باید تدوین و ترتیب کنه و پیش ببره. اگر اینا میخواین که از فقر خلاص شه و میل 40% مردم پاکستان تحت خط فقر زندگی داره، باید با افغانستان مناسبات حسنه را ایجاد بکنه. و اگر اینا میخواد که از ثبات امنیتی برخوردار باشه، در این صورت باید با کشورهای منطقه در یک مفاهمه و مذاکره وارد شوند، نه ای که در حمایت از سبوتاژگرها اینا ادامه بدن. آقای تمنا، حالا چگونه میشه مشکل اصلی میان افغانستان و پاکستان ریشه‌ای حل کرد؟ بسیار دشوار است که ریشه‌ای حل کرد. در روابط بین الملل حتی یک کیس وجود نداره که یک کشور توانسته باشه بر رفتار همسایه خود به صورت کوتاه مدت تاثیر بگذاره. اما پالیسی داره حکومت افغانستان دو پالیسی است. اولی که افغانستان با پاکستان مسائل امنیتی که بین هم دارند ای از سایر روابط خود در عرصه‌های اقتصادی، تجارتی، روابط مردم با مردم حذف کنند. یعنی ما با پاکستان مشکل امنیتی داریم، اما این باعث نشه که سایر جنبه‌های روابط ما به فراموشی سربرده بشه. مسئله دوم که میتونه بر مشکل کاهش پیدا کنه، ما به دنبال در سیاست خارجی به دنبال تشکیل یک جامعه امن اقتصاد محور هستیم. به جای ای که تعاملات میان کشورهای منطقه بر اساس مسائل امنیتی رقم بخوره، بر اساس مسائل اقتصادی رقم بخوره. و از اینکه افغانستان محل تقابل کشورهای منطقه باشه، محل تعاملشان بر سر مسائل اقتصادی باشه. یعنی اون نقش تجارت و ترانزیتی که افغانستان داره بتونه محور روابط افغانستان و پاکستان و سایر کشورهای منطقه قرار بگیره. اما آقای تمنا، اگر به گفته شما در واقع پاکستان صادرکننده اصلی هراس افغانی در منطقه است، چرا کشورهای منطقه در برابر پاکستان نمی ایستند و این کشور را وادار نمی ایستند تا از این کارش دست بردارد؟ متاسفانه بیشترین آسیب از صدور هراس افغانی افغانستان دیده و ما به نیاز به لابینگ بیشتری با سایر کشورهای منطقه داریم تا بالاخره همه مشترکاً به این ذهنیت برسن که پاکستان عامل تنش‌های منطقه است. خیلی ممنون. آقای جناب کوتاه از شما میشنویم چگونه حکومت افغانستان میتونه کشورهای منطقه را در محوریت خود در مقابل پاکستان جمع کنه؟ خب تاکید حکومت افغانستان تانسته. اول ما با استفاده از این موقع به رئیس جمهور و مردم امیر تبریک میگم. موضوعگیری رئیس جمهور قلب آسیا، تشکیل کنفرانس قلب آسیا، این خودش یک اقدامی به موقع و مناسب افغانستان بوده که پاسخ سوال شما را در بر داره. و سیاست‌های رسمی کشورهای منطقه در برابر پاکستان ظاهر امر نشان تغییر نکرده. خب اگر با اونا تغییر نکرده با افغانستان نزدیک شده. یعنی شما ببینید که 5 همسایه ما، یعنی ما چون 6 همسایه داریم منفی 1، 5 همسایه ما با افغانستان مناسبت بسیار حسنه خوب نزدیک داره. همین افتتاح بندر یقینه و مراجعه کشور چین معاون وزیر خارجه که اخیرا مراجعه کرده بود در ارتباط به خط ریل و دیگر کمک‌های اقتصادی، نشان دهنده از این است که افغانستان بسیار با همسایه خود نزدیک میشه و موفق است و آینده افغانستان بسیار روشن است. سپاسگزارم. دکتر فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه و حبیب الله جانبدار، عضو حق و عدالت. تشکر. و ممنون از شما بیننده ها. خبر کوتاه را در اخیر ببینید. جان کی نخست وزیر محبوب زلاند نو مردم این کشور را با اعلام استعفای خود حیرت زده کرد که در 8 سال گذشته عهدهدار پست نخست وزیری این کشور بوده است. همه در زلاند نو انتظار داشتند که جان کی سال آینده برای 4مین بار خودش را نامزد نخست وزیری این کشور بکند، اما کی میگوید که نمیخواهد اشتباه دیگر رهبران جهان را تکرار کرده و قصد دارد که در اوج محبوبیت از این مقام کناره‌گیری کند، در حالی که صدایش میلرزید که در پیام خود به مردم زلاند نو میگوید که برای کار نخست وزیری بیش از اندازه زحمت کشیده و در این مدت روابط خانوادگی او تحت فشار بوده است، که میگوید که 12 دسامبر مجمع حزب ملی زلاند نو تشکیل می شود تا رهبر تازه را انتخاب کند و او در این روز به کار خود پایان خواهد داد.